والدان جوان متهم در تشکیل ترکش متروی شهر سنت پتربورگ روز چهارشنبه به این شهر آمدند. مادر اکبرجان جلیلوف که در فرودگاه به پیشوازش خبرنگاران برآمده بودند با آنها صحبت نکرد، اما نمایش داد که به اتهامات گناهکار بودن پسرش در این قضیه باور ندارد. والدان اکبرجان جلیلوف از شهر اوش قرقیزستان روز 5 اپریل به سنت پتربورگ با راه هوایی آمدند. تفتیشات جوان 22 ساله را گمانبر اصلی ترکش بمب در داخل مترو می‌داند که روز 3 اپریل رخ داد. در آن حادثه 14 نفر کشته و تخمینا 50 نفر مجروح شدند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز سه‌شنبه گفت که پیش از پرواز والدان جلیلوف را در اوش بازپرسی کردند. احتمال در سنت پتربورگ آنها باید با نشانه‌های جسد فرزندشان شناس شوند. فعلا تفتیشات به این باور است که این پسر بارخالتش را با بمب خودساخته در داخل آن در ایستگاه متروی پلاشت وستانیا گذاشته، بعداً گویا خود را در داخل واگن مترو در بین ایستگاه‌های سینه پلاشت و تکنولوژیسکی اینستیتوت ترکانده است. Дань, ты где?